تغذیهشون آنچنان بالا نیست در روز مقدار کالری که میگیرن، اما واقعا چاق میشن. یعنی شاید مثلا طرف مقابلشون که حالا سر سفره سر میز نشسته 2 تا بشقاب برنج غذا میخوره، اون شاید مثلا 1 بشقاب بخوره، اما شاید 2 برابر اون طرف مقابلش چاق بشه. بله، باز نکته خوبی رو اشاره کردید. بحث عمده در اینها همون آنالیزی که خدمتتون گفتم. مثلا ما توصیه میکنیم به استفاده از میان وعده. یک فردی میاد میگه دکتر من اصلا میان وعده‌ام نمیخورم، ولی دوستم میان وعده‌ام میخوره ولی لاغرتر از منه. ببینید وقتی که فرد صبحانه رو خورده تا نهار هیچی نمیخوره، ساعت 3 میره نهار میخوره، میزان جذب آپتیکش بالاست. یعنی شاید دوتا اینا هم 10 قاشق دارن میخورن، 10 قاشق برنج میخورن، اما این چون مدت زمان زیادی گرسنه بوده از اون 10 قاشق چنچنه قدیمی‌ها که میگفتن چنچنه کنید، حالا نمیدونم که دقیقاً اون میبینی که 8 قاشقش جذب شده، ولی این کسی که یک میان وعده ساده‌ای رو خورده اون وسط، یه میوه ساده‌ای، یه مثلا مغزهای ساده‌ای معمولا توصیه میشه، اون میبینید 6 قاشقش جذب میشه. یعنی با اینکه بیشتر خورده اما آپتیکش کمتر از اونه. بسیار خوب، دست شما درد نکنه. سپاسگزارم از آقای دکتر که لطف کردن امروز هم در برنامه خانمی حضور پیدا کردن، اما از شما خواهش میکنم که همچنان همراه باشید. آقای دکتر باید خداحافظی بکنیم چون فرصت نداریم. میخواستم در مورد نوع درمان چاقی هم از شما بپرسم و پیشنهاد شما رو، حالا انشالله اگر هفته آینده در کنار شما بودم حتما در این خصوص با هم صحبت می‌کنیم. ارادتمند و خدا نگهدارتون باشه. از شما خواهش می‌کنم که همچنان بیننده و همراه برنامه خانه مهر باشید. میز مفصلی برای شما چیدم و غذای مفصلی از کرمانشاه. انشالله که شما هم آموزش ببینید و توی منزل درست بکنید و نوش جان بکنید. باید بریم به بخش صندوق خانه مهر و سرکارخانه محافل که اونجا حضور دارم با مهمان خوبشون. منم از همینجا مجدد به هر دو عزیز سلام میگم و از شما خداحافظی میکنم. دوستتون دارم. ارادتمند تا بعد زود.